سازمان بین المللی حامی حقوق انسان دیدبان حقوق بشر روز 18 مای سال 2022 در یک اظهارات ویژه از افزایش تنش‌ها در ولایت مختار کوهستان بدخشان در شرق تاجیکستان و استفاده خشونت در پی اعتراضها به ضد تعقیب ساکنان محلی اظهار نگرانی جدی کرد و از حکومت و مقامات امنیتی تاجیکستان خواست تا به حقوق ساکنان بدخشان احترام تمام قائل شده از استفاده زور و نیرو برای سرکوب اعتراضها دست بکشند. در بیانیه سازمان گفته می شود که روز 16 مای ضمیر نظرشایف 29 ساله در جریان اعتراضها در شهر خوروغ مرکز ماموری ولایت مختار کوهستان بدخشان کشته شد. پلیس گفت او و یک گروه جوانان به بنای دادگاه حمله کردند و نظرشایف هنگام همین حمله کشته شد، ولی رسانه‌ها از قبل شاهدان خبر دادند که نظرشایف در یک شرایط مرموز از تیر سلاح آتشفشان کشته شده است. حکومت تاجیکستان روز 18 مای اعلام کرد که برای انجام عملیات ضد ترور در ولایت مختار کوهستان بدخشان نیرو وارد میکند. رسانه‌ها درباره کشته شدن ساکنان محلی در ساعت‌های اول این عملیات خبر دادند. سنت سلطان علیوه محقق دیدبان حقوق بشر میگوید حکومت تاجیکستان باید عهده‌داری‌هایش در مورد رعایت حقوق مردم به زندگی، گرد همایی و آزادی مطبوعات را در جریان هر گونه عملیات حربی یا امنیتی در این ولایت مختار قطعاً رعایت کند. مقامات باید منبر برای مکالمه سازنده با اعتراضگران را فراهم آورده از استفاده بیش از حد نیرو خودداری کنند و برای تمام افراد بازداشت شده عدالت کامل را کفالت بدهند. حامیان حقوق می نویسند اعتراضها در خوروغ روز 14 مای از یک نشست افراد معتبر و محاکمه مسائل مربوط به تعقیب ساکنان از جانب مقامات تاجیکستان آغاز یافت. آن نشست طلب استعفای رئیس ولایت علیشیر میرزانباد، آزاد کردن همه افراد در رابطه با اعتراضهای ماه نوامبر سال 2021 دستگیر شده و قطع تعقیبات و بازداشت‌های زادگان ولایت مختار کوهستان بدخشان در خارج را پیش گذاشت. روز 16 مای بعد آنکه حکومت مرکزی از بررسی این طلب‌ها دست کشید، اعتراضگران به تظاهرات سر کردند، ولی وقتی که ساکنان به سوی مرکز خوروغ روان شدند، نیروهای امنیتی با استفاده از گاز اشک‌آور آنها را پراکنده کرد. همان روز دسترسی به اینترنت در منطقه دیگر باره قطع کرده شد و علاقه موبیلی نیز به مشکلی کار میکند. روز 17 مای رسانه‌های مستقل آسیا پلوس اعلام کرد که دیگر مسائل خوروغ را انعکاس نمیکند، زیرا دادستانی کل تاجیکستان این رسانه‌ها را هشدار داده است که پیگیری اعتراضهای ماه نوامبر یک طرفه انجام داده است و به این دلیل آن را میتوانند بندند. روز 17 مای همچنین 4 خبرنگار رادیوی آزادی و نستیا شیوریمیا بلافاصله بعد انجام مصاحبه‌ها با فعال زاده بدخشان الفت خانم محمدشایوه که پلیس او را به تشکیل اعتراضهای اخیر خوروغ ایبدار میکند هدف حمله قرار گرفتند. دیدبان حقوق بشر تقاضا کرده است که مقامات تاجیکستان باید به آزادی سخن و دسترسی به اطلاعات از جمله دسترسی به اینترنت و حقوق ساکنان به گردهمایی آسایشته احترام گذارند. موردهای خشونت در جریان اعتراضهای اخیر را تفتیش کرده گناهکاران را جزا دهند. همچنین از شریکان منطقوی و بین المللی تاجیکستان خواسته شده است که آنها نیز دوشنبه را به اجرای عهده‌داری‌هایش در مسئله حمایت حقوق انسان دعوت کنند. در جریان این بحران به مقامات تاجیکستان فوق‌العاده مهم است که عهده‌داری‌های بین المللی خود را رعایت کرده برای تامین حل این بحران به مکالمه و احترام حقوق آزادی‌ها مساعدت کند. پلیس باید در مناسبت به اعتراضگران خویشتن‌داری نشان داده از همه طرف‌های بحران حمایت کند، میگوید پژوهشگر دیدبان حقوق بشر سنت سلطان علیوه.